اندر باب جراحی ها و ریزش های رژیم هم که باید داستان 1001 شب و یه بار دیگه بنویسن. یکی از نمونه هاش از همه جالبتر بود. طرف خودشون نصب کردن، خودشون عزل کردن، بعدم تو بیمارستان ازش تکذیبیه گرفتن. به هر حال با توصیه پزشکا بنده یک استعفایی رو خدمت آقای دکتر احمدی نژاد نوشتم. ایشونم با لطفی که به مردم دارم و با نگرش بلندی که دارم واقعا من از ایشون تشکر میکنم که استعفای منو پذیرفتن. و از همینجا اعلام میکنم از این به بعد هر خبری، هر سخنی، هر پیامی، هر اطلاعی اگه از طرف من منتشر شد بنده به طور کلی تکذیب میکنم و اصلا پرونده این دیگه بسته شد. الو سلام. آره فقط از این اپل متوسطه ها باشه. یقه انگلیسی خیلی قشنگ میشه. آره یه موجود دوزی طلایی باشه. نه صرافون. ای با خاک بر سرم. وای دوربین چقدر اتفاقی. وای چه صحنه ارتحالی شد. وای چقدر من حالم بده. دارم به ملکوت اعلام پیوندم. مرض من داخلیه، گوش و حلق و بینیه. اگه قرار آپاندیس من یه حربه‌ای تو دست دشمنای نظام تبدیل بشه ها، من اونو تحویل برادرای وزارت اطلاعات میدم که اونو تلویزیون بیارن تا به رابطش با سران فتنه اعتراف کنه. من لرزم دارم. وای همینجوری لرز دارم. خدا من هر حرفی رو که در دوران سلامتم زدم و تکذیب میکنم. فقط حرفای بعد از مرگم سندیت داره. بله اصلا هیچ چیزی نداره. الو فاطمه آلیا. آره من صرافونی رو تکذیب میکنم، آستینوشو خفاشی کن. آره نه باشه حتما قربان. در عرض چند دقیقه دور تا دور رژیم چرخیدیم. حالا دوباره میریم سراغ عمود خیمه، ببینیم به چه افلاسی افتاده که تو کوچه خیابون میچرخه. شاید یکی جواب سلامشو بده. شروع شد. در محضر مقام عظمای ولایت هستیم. بعد از این داستان چهارشنبه سوری، از اونجایی که مقام عظما بوی دود گرفتن، از همه هوادارانشون در سطح بین المللی دعوت به عمل آوردیم به صرف ساندیس و کیک و نوشابه تا بتونیم یک دلی توی دل مقام عظما بگذاریم. است بله چقدر طبیعی. ما به شما خانواده‌های عزیز سلام عرض می‌کنیم. قدردان شما خانواده‌های خوب و هستیم. بله در قسمت اول از آقای ولایت فقیه‌زاده دعوت می‌کنیم تشریف بیارن دستبوس مقام عظما. شما عزیزان ابو عمار فرمانده استعفای مریضان بودن که در بمباران یاده باشه شما محمد آقا هستید. من عکس پدرم رو بردم بعد اگه میشه مرحوم بفرمه یاده کنم. خودشون رشته خوب من یه عکسی داشتم اینجا میخواستم این رو اگه میشه برای من امضا کنید. عکس خود شما سوزوندنش. من خیلی ناراحتم. معلومه مشخص همه متوجه شدن الان من ناراحت. الان بیشتر معلومه اگه یه ماشینی خونه یه چیزی هم به نامون بکنیم بیشتر گریه میکنم. باز ما یه چیزی بگم. آره گوش بیا. ببین از موقع که تلسمت شکسته گوشت هم تلخ شده ها. بابا چیه گوش تلخی تو داری؟ کشتی ما رو. ایزه بابا آقایون ساکت باشن. بابا مثل که خانم مکرمه ولایت میخوان یه چیزی به مقام عظما بگن. بفرمایید. بله در این صحنه ارزشی کفیه مقام عظما هم صدره شد. این دیگه عجب چت بازی بود. کفیه مقام عظما هم کف رفت. اگه اجازه بدید من می‌خواستم یه تیکه از اون ریشتون رو به عنوان تبرک
فکر کردم قیچی کنم بدم. بیا خیلی ممنون. خب حالا اینم یه ریش تبرک از مقام عظما. ریش مقام عظما تبرکی. بودو بیا 3 جفت 100 تومن. آقایون خانوما از ریش مقام عظما شروع میکنیم به همتون هم میرسه. سر صدا نکن. سر صدا دوتا نمیشه. نه دوتا نمیشه. نفر یه دونه. آره بابا یه تپه ریشه به همه میرسه. چرا سر صدا میکنی؟ خب لاشخورای نظام توجه کنین. ریش مقام عظما به همه رسید. تمومه. حل. این کسی مشکلی نداره. بیشترش هم هستا. اب نداره. بقیه غنایمو تقسیم میکنیم. آقا عمامت سیدعلی. اما کی میخواد؟ بده به اون. اب نداره. عینکش خانم بلد نجات. بیا آقا جون. بیا آره بیا. پیژامه مقام عظما کی میخواد؟ پیژامه مقام عظما. بیا آقا جون. بیا. فراد بده. مال تو. بیا. عباس. میخواد شما میخواد. بابا گرفت بیا مال تو. اینو چجوری ببریم ان شاءالله ما؟ فیلاق خودت خودتون. آقا تعطیله برین همه دیگه. چیکارش کنیم؟ نمیشه چیزش کرد. نه جلو. برو برین آقا بریم. با بعضی فتنه ها دیگه چی برای مقام عظما نمونده. برین آقا برین. یکی از بزرگترین اشتباهات خامنه‌ای تو سال 89 این بود که از حول حلیم قیام‌های منطقه افتاد تو دیگ و شروع کرد برای مصر و یمن و تونس نسخه پیچیدن، اونم به زبان عربی. فکر کرد بوی کباب میاد، اما نمیدونست که دیکتاتور و ولی فقیه داغ میکنن. عزیزان من، روزها استراحت کنید تا شب بتونید راحت بخوابید. شما ببینید الان نظام سلطه به حضیض ذلت افتاده. در همین بازی‌های آسیایی اخیر، در بازی‌های المپیک آسیایی، حتی یک کشور اروپایی و آمریکایی نتونست مدال بیاره. این چیست؟ اینها نشأت گرفته از پیام جمهوری اسلامی است. در اینجا میخواستم با توجه به اوضاع قاراشمیش منطقه چند جمله به زبان عربی خطاب به همریشان و دیکتاتورهای منطقه عرض کنم. یا ایتو حلب علی، این انت البی وفا، انت بستی فلنگون، نحن موندیم تو قندون و حالیا یقولون الیوم بن علی و غدا سید علی. لماذا؟ لأن أنت هذا. يا أيتها الديكتاتوريات، قم بقلع قمعيات والكهرزكات واللباس شخصيات والشطرات مع الموتورات في جميع الجهات. أنا أدر القنبزون، یعنی قنبز در میکنم. ولا يجب عليكم باورون. نحن موندیم تو همین تهرون، سیلون و ویلون. این پس لرزه هازا دل سیدعلیه که میلرزه. ایتو هم دیکتاتورون اذا یوجد جاخالیون، نگه دارید واسمون. و بی نهایت الکلام اذا قد لم لن کن هو هما هم هی هما هن که کما کن که کما کن. انت انتما انتم، انت انتما انتون، هی هما هم ها هما هن. و شکرا مع السلام الى اللقاء و به انتظار ردکم. خب در آخر یک بار دیگه سال 90 رو به شما تبریک میگم. امیدوارم سال 90 که دقیقه 90 رویارویی با رژیم آخوندیه برای شما عزیزان سال موفقیت و پیروزی باشه. دلتون شاد، لبتون خندون.